با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. فرارسی عید سعید قربان را برای یک شما تبریک و تهنیت گفته برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را از درگاه خداوند تمنا دارم. اینچنین برای تمام برادران مهاجر، خواهران مهاجر و آن افرادی که با سبب‌های گوناگون بیرون از کشور کار و زندگی و فعالیت میکنند، این عید را تبریک میگویم و از درگاه خداوند برای آنها سعادت، سربلندی، کامگاری، خوشحالی و دوری از همه گونه آفات و بلا را تمنا دارم. همچنین از درگاه خداوند صلح پایدار و همیشگی در تاجیکستان عزیزمان و سراسر جهان را میخوام و همچنین تمنا آن را دارم که خداوند بزرگ صلح و آرامش را به سرزمینی اشغالی فلسطین به ویژه مردم غزه بر بگرداند. انسان‌های خوب، آنهایی که در این موضوع ها بی‌طرف نیستند، با دعای خود، با نیت‌های نیک خود بهر این مردم مظلوم در این صبح، در این روز عید آنها را فراموش نمی‌کنند و در حقشان دعای خیر و نیک خود را دریغ نمی‌دارند. باقی سربلند و کامگار و خانه آباد و نیکنام باشید. بار دیگر با یک شما عید سعید قربان مبارک.